فرق بین دست چپ و راست در خوردن چی است؟ فرق داره. جناب رسول اکرم صلی الله علیه و صحابی دیدی که بعد از چپ بخور، گفت یا فلانو کل بیمینی، بعد دست راست بخور. حدیث صحیح هم هست، دست راست برای کاری خیر است، دست چپ برای کاری بعد از برای مستحب کردن کاری دیگه است. لکن اگر ضرورت داشته باشی درست است، باقی نداره با میشوی توزه میشد، درست است. لکن دست راست از دست چپ فرق داره خیلی. ملایی که خلق از روزی نیست از پس از نماز درست است یا نه، او را فهمیدن در کار برای چی است. ملای امروز تاجیکای ما ملای حقو رو نقض میبینه، باب گرم کفای دیسو. امروز تاجیک یهودی پرستی ده، ملای رو دوست میداره که واژه نگاه کنه دیدین بین ما و شما ده، واژه چند کس میگه این میگه بوی عبدالرحمن این ملا را یک جوری خقاب زده گوشمون رو کار کرد، فلانی داملو قدمی خوب بوده اومد تا آخر شش جمع کرد و پیچو خیس رفت. او پگاه کدی ملا دوزخ میری. ترا که ملا بیچاره نفهمونه، ترا گپ نزنه، تا خاک میفهمی. تو زن خود قرآن خوندن نتونی، زنت خوندن نتونه، ای کجا میفهمی تو؟ حاضر قدرتی خدا اصلی 21 شده یهود مولای محتاب برآمده. حاضر هم اگر مولای کنم خلخب شکمش پوری گو اولیاء روسی اولیاء شکمش پوری حرام خوردگی در بدن وزیر بگره و اولیاء یا بیچاره که اشای نورجا گپ زنه و اولیاء نه. امره به همین روستانه چی گپ بدبختی است، چی به ناموسی است. کرتکای حتیشان میگیره معویزه میکنه ای فلان ای روز شد تو کسی ایشان دوست مسلمان است. ای مره به همین روز میشه بیزار مای ملایی که خوب باره نخیر گپ نمیزنه، خوب گای وای صدقی قرآن شود، صدقی حدیث رسول اکرم شود. درباره اشاره سبابا بگوید. بچه جان من نزدیکی من یک معرکه یک مسجد مسافدا زیاد بودن. همین سوالا کردم، من مسافدا رو گفتم پیر داری گو بره، گفتم بابی برای پیرت بفرست. سازی من اگر تو را بگم که علی قاری حنفی مذهب عمدت المحققین بهترین مذهب در امام اعظم داره، 120 کتاب تصنیف کرده است، او رساله داره 34 حدیث را جمع کرده به حد تواتر رسیده است. پیری من نمیکنه پیر تمای خود در سر قبض مون قدم برادر شب قدی پیر من در قرآن میگم میگه پیری من نمیکنه برای قدی پیری حرام خورد بگد آخی. و برای این سبب من شما را با میگم که یا گپی خدا و پیغمبر بگیر یا برای دفش قدیم پیری حرام خورد برای دفش دوزخ بره. من با میگم امروز خلق ما محتاجی گفتن خدا و رسول بیزار شریعت ما ایو ایشونه که خوب باره میشینه میخیزه. و شما هوشیار شید، کسی را دوست باشه شما را گپ زنه، کسی خواب بشینه پول تانا بگیره فرچونه در قوای ماشین و اولیا روسیه اولیا چه خیلی آدمی تا اولیا. برای این سبب 34 حدیث صحیح آمدگی در رفع سبابه. کسی میگه پیری من نمیکرد خدا بگیره پیرشه. رسول اکرم گفت است لهی اشد من الشیطان من الحدید. رفع سبابه از شمشیری که سر شیطان میبری این سخت‌تر است. تو چرا با میگه که من نمیتونم؟ تو دروغگویی را بتونی، زنا را بتونی، بدبخت زن بیگانه رو تماشا کرده بتونی، تو یک رفع سبابه را نمیتونی. برای این سبب الحمدلله رب العالمین سنت جناب سرور عالم است، سنت جناب رسول اکرم بهترین سنت از رسول اکرم. کسی سنتی مرا زنده بگردانه گویا دنیا را زنده کرده است. حاضی با بیچاره کدام طالبای نو برداره یگان بچکای این میگن یا وهابیان قوریستان خودش بیچاره نه مسلمان هم در وجودش لیل نوس میداره مسلمان نشده با میگه بچه را سر کنه سر لیچه و سین کلتن ای بس شرم است. کدام همین اینا کدام احمق اگر بی سوادی احمق باشه هم میگه که سرش برو و سرش پیغمبر خدا سرش خوند اکثری آموزش بیچاره صحابه لباس نداشتن سرش خوندن لباس نداشتن. امروز چرا ما این قدر بیعقل شدیم که جوانا رو از مسجد سر بکنیم؟ تو مسلمان باشی تو از کزینا برو مردم دعوت کن بسوی نماز. یک جوانی که در کوچه‌گر او رو دعوت بکن. تو چرا جوان از مسجد سر میکنی؟ جایی که اون خدا توفیق داد ای کودکیش تو فکر بکن در سالی وقت تو بودی چی کاره بودی؟ تو میگشتی خر و نرخر بودی. تو یه عمر شافری کردی چیم چی کردی گشته بودی. این بیچاره 20 ساله الحمدلله مسلمان شده. چرا این کارو میکنیم ما؟ رفع سبابه سنتی مؤکد است. علی قاری رحمت الله میگه دور المختار با یک قول مستحب گفته است، رد المختار سنت میگه. اینا حضرت امام اعظم رحمت الله در فتوای عزیه گفته است ای مردم کسی که دعوا میکنه امتی رسول هستم اگر رفع سبابه نکند امتی رسول شده نمیتوند، از مذهبی ما شده نمیتوند. درباره رفع سبابه زیاد تفاصیل لیکن ما شما التماس میکنم بکنید بچه جان گوش نکنید. مردم بی سواده پیری من نمیکرد استادی من نمیکرد خیلی جاهل بود بیچاره چون کتاب هم بود و حدیث ندانه بیچاره تفسیر نخونده باشه.
ای مردمی خوب هادی الحمدلله کتاب برآمده هر یک فتوا بازی من الحمدلله 25 30 فتوا کم میزنم کی میشه استادام کتاب روشن هیچی نداشتم بیچاره همه منامشون چهار کتاب خیلی ملاقی میکردم بیچاره چهار کتاب ملاقی میشه چهار کتاب میگه که اصول دین برادر 8 قسم است کار یهودی‌ها اول امامت میگه بعد نبوت میگه و ما قانون داره آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و الیوم الاخر و القدر خیره و شره من الله تعالی و البعث. این اصول دینی ما که ما اصول دین شیعه را میخونیم او اصول دین شیعه که اول امامت فلان فلان ما اصول دینی ما شما چی است؟ آمنت بالله